یه توکه پا بریم شمال به صرف مرغ شکم پرشون. سلام دوست قشنگم، من آنلاین پزم و کلی دسر و آش و غذاهای خوشمزه تو پیجم دارم. برای ذوبگیری مرغ از شب قبل توی آب و نمک میخوابونیم. در صورتی که خیلی هم حساسید مقداری سرکه هم بهش اضافه کنید. بعدش هم آب کشی میکنیم و 1 ساعت با زعفرون بمونه. توی این فاصله قلب این پستو قرمز میکنیم. تکرار میکنم، قلبشو قرمز میکنیم و مواد داخل شکمشو آماده میکنیم. حالا یه پیازو تفت میدیم، سبک‌کش و زردچوب و فلفل سیاه میزنیم و بعدش هم سبزی. من از سبزی محلی استفاده کردم که جایگزین داره و توضیحاتشو توی کپشن نوشتم. سیر رنده‌شو داره بهش اضافه میکنیم و عطرش که آزاد شد گردو و آلو رو اضافه میکنیم و در نهایت رو به انار، دونه‌های انار رو نمک میزنیم و شکم مرغ رو کاملا با این مواد پر میکنیم. نخ و سوزن برمی‌داریم و طوری میدوزیم که مواد بیرون نریزه. ساق‌ها رو هم با همون نخ به هم میبندیم و بالها رو با خلال دندون فیکس میکنیم. دو طرفش رو داخل روغن سرخ میکنیم و داخل یه قابلمه دیگه پیاز تفت میدیم و زردچوبه، فلفل سیاه، رب انار و رب گوجه میزنیم. مقداری از مواد داخل شکم باقی مونده بود که من اونو هم اضافه کردم. مرغ هم به قابلمه منتقل میکنیم و تا نیمه های رون مرغ آب میریزیم. مقداری هم زعفرون و درشو میذاریم که کاملا بپزه. هین پخت حتما زیر و رو میکنیم و گهگاه از سس روی مرغ میریزیم. بعد از 2 ساعت آماده است. بدون فرو خیلی خوشمزه. نوش جونتون باشه.